برپا کردن عائله خوب با چشمان سیاه و چهره رنگارنگ یک زن برپا نمی شود، بلکه با اخلاق زیبای یک زن برپا می شود. این از سخنان پندآمیز امام رافعی رحمه الله می باشد که برای زنان امروز بهترین پند و نصیحت است. خواهران عزیز، اگر می خواهید بهترین عائله داشته باشید و در آن با عزت و محترم باشید، اخلاق و ادب و شرم و حیا بیاموزید. زیباگی های شما هیچ فایده ای ندارد وقتی بد اخلاق و بی حیا باشید. اخلاق و ادب بیاموزید تا برای شوهرانتان بهترین همسر و برای فرزندانتان بهترین مادر باشید. کوشش کنید تا از بهترین ها باشید. هر کسی سخن مرا بشنود و به دیگران برساند، خداوند چهره‌اش را نورانی و زیبا بگرداند. این از سخنان من نیست، بلکه از سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که در روایت ابن ماجه آمده است. پس هر یکی شما می توانید مصداق این حدیث باشید، زیرا لایک ماندن شما باعث پهن شدن این گونه نوارهای اسلامی می شود. در اجر و ثواب آن هم به اذن پروردگار شما شریک هستید. لطفاً به خاطر پهن شدن و به دیگران رسیدن این نوار، لایک و کامنت های خوب نوشتن را فراموش نکنید و حتما این پیام را به دوستانتان هم فرستید تا آنان هم در اجر و ثواب شریک شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.